سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتاش. اما بعد یک صحبتی کوتاه میخوام بکنم درباره انتخاباتی روز یکشنبه که در تاجیکستان برگزار میشود. همه شما دیگه میدونید که انتخابات چیه. هر یک تایم شما در زندگیمون هر دقیقه، هر ساعت، هر روز انتخابات داریم. مانند یک خوراکه وقتی میره میخوای بخری یا که بخری انتخابش میکنی. خوبه، بیزیبه، خوبش استفاده میبری. نوشاکشم، شکرم، ایرم انتخابات میگن. انتخاب هر شخص. و در تاجیکستان هم انتخابات پرزیدنتی هر یک تا شما انتخاب خودتون دارین و باید بکنین. قانون برای شما ایرا اجازت میده و هر یک تا شما باید از اون 5 پیرخره کو باید یک تاش انتخاب کنین. اگر یگان تاش قبول ندارین با هیچ جداگانه گپای. در تاجیکستان دیگه همه ما شما میدونیم که از سال 99 همین ماشینی که اومدگی بود تا 94 همچون رئیس شورا بود. از 94 انتخابات شد. خیلی البته یک یاردم دیگر دولت ها بود. ماشینی که رحمانوف اومد سر قدرت تا 99 را 5 ساله بود. ای 94 99 دا قانون عوض کردن، تغییر الوه ها آوردن در سر قانون، 7 ساله کردن 5 ساله را تا 2006 با ابلیس در سر قدرت بود. ای 2006 تا 2013 را باخچه پیروز اعلان کرد با رئیس جمهور تاجیکستان بود. و ای 2013 خچه با 86% با پیروز اعلان کرد تا این 2020 در سر قدرت و با این انتخابات میدونه که اونم 4 گوسپندی که در پهلوش هم کو و بوی پرزیدنتی را نمیبرن، حتی خودشون نمیدونن در کجان چیکار کردن، و نمیدونن و یک گوسپندن، یک دلبیابن. برای همون نگاه کنین 2016 سرقانون عوض کردن، تغییر الوه ها داختن، گفتن که سن پرزیدنتی از 35 بالا بود، گفتن از 30 ساله میمونیمش، هر یک جوان میتونه که نامزدیش بمونه. نوارش ایده دارین؟ شما مقایسه کنید آن. ما برای چی در کایسوس تغییر در آوردیم؟ برای جوانان 30 سالگی که وکیل شده میتواند، حتی نامزدیش با پرزیدنتی رهبری دولت شدن ماند. خب سودیه ها دا وای میشود، دیگر ساختارها مقامات ها دا وای میکنند. در این نوارش چی گفت؟ دیدی فریب کردی سه جوانو را که ما برای شما قانون با پایان آوردیم با 30 ساله که هر یک شما میتونین نامزدیتون با پرزیدنتی با وظیفه های بلند بمونین. در یادتون هست که ماه گذشته بود یک جوان از ولایت بدخشان نامزدیش ماند، یعنی مستقل اختیارا ماند، در یگان حزب نبود. دیدین چی کارش کردن؟ اونقدر چاپلوسا و لگنوردارا و دستبوسای رحمانوف چی گپاش نگفتن. دیدین که چه خیلی دروغ بود. همه شما میدونن که قانون برای کی عوض کردن؟ برای نو گرچک 30 ساله واسه 33 شد با فکرم، برای نو گرچک علیش کردن قانونا. و ای 5 نفر هستن که نگاه کنین یگان تاش حتی 50 ساله نیست، چی برسه 30 ساله، یگان تاش 50 ساله نیست، ای 60 بالا هن. شما دیدین هم 5 نفر همون تایلاقای دیوانه ها را دیدین هم 5 نفره کلانش 71 ساله. اونایی که میگم و عبدالحلیمی 2004 نیستم، شاید که همون 2004 بدنده کمتر ناموس داشتی یا که عقل داشتی، شاید، ولی نه دلبیابه به عقل بیش نیستی. خلاصه این همیارا ما میدونم که بسیار حتی نمیشناسین. یک طرف ای رنگ روشون بذارین، در انتخابات شاید اشتراک نکنین اکثر شما و نگاه کنین یک خیانت دیگر هم پدرها و مادرها میکنن که فرزندشون یا در خونه میمونن یا که در کورن یا در خارجن، از تن همون میرن 30-40 ورقه پر کردن میگیرن. خیانت میکنین. نظر فکری فرزندتون ندزدین، در اختیار یک نفر دیگه نبرین، نمونین. یا را تاکید کنین با پدراتون کسایی که نمیرین و نفرای نمیرین. برای شما یک راه هست که با نوار بگین که ما این 5 نفر یگان تاش قبول نداریم.
یا که ما همین انتخابات قبول نداریم، یا اینکه اگر ایش هم نتونین بترسین، بعضیا میترسن این گپ ده، اقلا بگین که ما در انتخابات اشتراک نکردم. انتخابات پارلمانی در دیاد دارین، یک زمانک چی گفت؟ یک زنک توجیک در این تاجیکستان گفت که ما در انتخابات اشتراک نکردم. از تنی ما گفت کی امضا موند، ما حیرانم. گفت انا خیلی باید باشه، همه ما و شما باید همین را بگیم که ما اشتراک نکردیم. ای تنی ما کی آواز داد؟ یخچالی بدبخت ایزو میکشه که بگه که 51% مرا آواز داد، ولی میگه که 86% یا که 90% همه مرا دوست میداشت، همه مرا انتخاب کرد. او 4 نفر هیچ که نمیشناسه، هیچ که قبولش نداره. میگه ما انتخابات اشتراک نمیکنم، یگان تایی را قبول ندارم. همچون یک شهروند تاجیکستان ما یا همش محکوم کردگیم، یا یگان تاش لایقی رهبری را ندارن. ما یگان تایی را قبول نمیکنم. در انتخابات از شما طلب میکنم که بی‌طرف نباشین، سهم اختون را بگذارین، زیرا که شما را فریب میکنن، آینده تون میسوزه. این را بدونین. الکی بعضیات آینده سوخت، حتی بعضی مردن رفتن. انتخابات مهمه. هر یک تا شما فکرتون، رای شما، قلم شما، دست شما یعنی امضای شما مهمه. به طرف نباشین که خودتون پشیمون میشین، کسی دیگه پشیمون نمیشه. برای شما یگان دولت نمیاد، ای آسمان جبرائیل نمیفروید، یگان پیامبر نمیاد که شما را نجات بده. خدا هم ای آسمان هیچ وقت نمیفروید. ایران میدونین، با فین باور دارین. برای همین انتخابات دستی ما و شما ده. میخوایم رنگ بلاروس شوه. بلاروس رو میدونن، هم یکتی اوگوست بود، دیدین مردمش خیلی ناریزگی کرد. بهترین مردم باید انا خیلی ما و شما کسایی که نمیخواهیم هم یارا باید ما ناریزگی مونو بکنیم. عکساش، صورتاش در همه جا هستیم. صورتش همه درون میپرتون. می نویسیم در جا که ما قبول ندارم انتخاباتی، که ما پرزیدنت رو قبول ندارم. علاوه بزنین صورتاش. خب اینای پیشنهادای ما بود و نفرایی که انتخابات نمیرین اختم پشیمون میشین. یک طرف بغیر از این میتونه که با طریق نوار بگین که ما در انتخابات اشتراک نمیکنیم یا که نکردیم. رای ما در دست ما، هیچ که رای ما را نزده، هیچ که حق نداره. تا اینکه هر یک نفر ما و شما بدونیم که این شرمنده ها را هیچ که آواز نداد، شرمنده شوند و شاید که یک اعتراضی، یک بیداری در وجود مردم پیدا شود. خدا نگهبان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.